کمپین مبارزه با پارازیت ماهواره تقدیم می‌کند. ویدیوی آموزشی شماره 1 برای مقابله با پارازیت ماهواره‌ای. هموطن، همان گونه که می‌دانید، رژیم جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس تا کنون با ارسال پارازیت روی امواج رادیو، تلویزیون و فیلترینگ اینترنت تلاش کرده تا مردم ایران را هرچه بیشتر در جهل و انزوا فرو ببرد و ایران را به یک زندان بزرگ تبدیل کند، در حالی که خود سردمداران مافیای حاکم بر ایران و فرزندان آنها هیچ محدودیتی در استفاده از این امکانات و سفر به خارج کشور ندارند. همچنین در حالی که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و صدا و سیما با بهره‌گیری از همین ماهواره‌ها ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی به راه انداختند، پارازیت اندازی روی شبکه‌های فارسی زبان مانع دسترسی آزادانه به شبکه‌های ماهواره‌ای است. این ویدیو تلاشی است از سوی گروهی از مهندسان ایرانی برای مقابله با این پدیده مضر، خطرناک و سرطانزا. نگاهی داریم به روش عملکرد پارازیت. این منحنی را به عنوان دیش ماهواره در نظر بگیرید. پایه‌های نگهدارنده و LNB یا گیرنده امواج که سیگنال ها را از طریق سیم رابط به دستگاه ریسیور شما منتقل میکنه. امواج ماهواره‌ای بعد از انعکاس روی سطح دیش در LNB متمرکز شده تا به ریسیور شما منتقل شوند. اما امواج پارازیت با قدرت بسیار بیشتر و در ارتفاع کمتر روی دکل‌های ارسال پارازیت یا بلندی‌های سطح شهر نصب می‌شوند. دقت کنید، ما فقط به امواج پارازیت محلی می‌پردازیم. این امواج با رنگ قهوه‌ای نشون داده شدند. امواج قهوه‌ای رنگ بعد از انعکاس روی سطوح مختلف مانند دیوارها، سیم‌ها و سطوح خانه‌ها به LNB شما برخورد می‌کنه و چون فرکانس مساوی دارند باعث اختلال می‌شوند. فرض کنید شما با دوستتون در حال گفتگو هستید و فردی در اون کنار ایستاده و فریاد میکشه. اختلال ایجاد میشه در گفتگوی شما. امواج پارازیت به همین شکل عمل میکنند. تلاش داریم امواج پارازیت رو از امواج مفید جدا سازی کنیم. بریم ببینیم این کار چگونه امکان پذیر هست. امواج پارازیت ارسال شده بر روی سطوحی مانند ایزوگام‌های روکشدار، مخازن آب و سایر سطوح فلزی که در سطح شهر کم هم نیستند در زوایای مختلف منعکس می شوند و تمام فضا را پر می کنند. قدم اول، تقویت سیگنال اصلی ماهواره از طریق تمیز کردن سطح دیش، رفع موانع موجود یا در صورت امکان استفاده از دیش بزرگتر. خب انعکاس امواج از سطوحی مانند این لوله بخاری یا دیواره جانپناه اطراف پشت بام ممکن است باعث کاهش سطح مؤثر دیش ماهواره و ضعیف شدن سیگنال شود. همچنین سطوحی مانند این لوله بخاری و کابل‌های رها شده روی پشت بام امواج پارازیت را جذب کرده و باعث اختلال در سیگنال اصلی می شوند. یکی از اشتباه‌های رایج که معمولاً به دلیل کمبود جا رخ می‌دهد، همپوشانی دیش هاست. یعنی دیش ها روی سطح همدیگر را می‌پوشانند. این اثر منفی دارد. اما می‌بینیم که سطح داخلی دیش ها در اینجا با رنگ سفید پوشانده شدند که اثر مثبت دارد. قدم دوم، بعد از حذف موانع، تنظیم دقیق جهت دیش و تمیز کردن سطح آن، گام بعدی حذف اثر امواج پارازیت روی کابل‌های رابط و گیرنده یا همان LNB است. برای این کار می توانید سطح خارجی LNB را با فویل آلومینیوم بپوشانید. دقت کنید قسمتی که در مقابل سطح انعکاسی دیش ماهواره است پوشانده نشود. همچنین باید فلز یا فویل آلومینیوم با میله‌های نگهدارنده یا بدنه فلزی دیش تماس نداشته باشد. برای این کار می توانید قبل از پوشاندن با فویل روی سطح LNB را با نوار پلاستیکی بپوشانید. همچنین کابل‌های اضافی را روی زمین رها نکنید. آنها را به دقت جمع کنید و پشت دیش‌ها پنهان نمایید. بهتر است از لوله‌های فلزی خرطومی یا فویل آلومینیوم
برای آن قسمت از کابل ها که در مقابل دیش قرار دارد استفاده کنید. تمام سطح رو تا پشت دیش با لوله یا با شیر. گام سوم، حذف یا کم کردن توان سیگنال پارازیت از میدان دید دیش ماهواره. اگر بعد از همه این کارها همچنان امواج پارازیت اعصاب شما را پارازیتی کردند، به مرحله سوم بروید. دقت کنید، هیچ کدام از این روش ها اثر 100% و قطعی ندارند، بلکه با توجه به شدت و زاویه امواج پارازیت ممکن است اثر کوچک یا بزرگی داشته باشند. محدود کردن میدان دید دیش ماهواره که در اینجا آن را بررسی خواهیم کرد، در تئوری اثبات شده، ولی در عمل بسته به موقعیت شما دارد. روش محدودسازی میدان دید ماهواره. همانند این نمونه، نوارهای فلزی باریکی تهیه و دو سر آن را سوراخ کنید. دور تا دور دیش ماهواره را هم همانطور که نشان داده می شود سوراخ کنید. نوار فلزی را در پشت دیش روی سوراخ قرار دهید و پیچ و مهره یا پرچ کنید. با خم کردن این نوارهای فلزی دور تا دور دیش را دستک یا بازوهایی ایجاد کنید. یک ورقه فلزی یا حلبی هم مانند آنچه که در این شکل می‌بینید تهیه کنید و لبه‌هایش را به همان شکل سوراخ کنید. این سوراخ‌ها در مقابل سوراخ دوم بازوها قرار خواهند گرفت. به این ترتیب لبه‌های دیش حالت استوانه شکل پیدا خواهند کرد. استوانه دیگری هم که از قبل روی LMB قرار دادیم. به این ترتیب میدان دید دیش محدود شده و اثر امواج پارازیت کم می شود. روش محدودسازی میدان دید آنتن را ادامه می دهیم. یک قوطی فلزی کنسرو یا نوشیدنی که قطر آن مساوی یا کمی بزرگتر از اندازه LMB باشد تهیه کنید. ته آن را جدا کرده و از وسط به گونه‌ای ببرید که بتواند LMB را در خود جای دهد. لبه های این استوانه فلزی باید چند میلیمتر از لبه خارجی LMB جلوتر باشد. تمام این قسمت رو بپوشونید. دور تا دور رو بپوشونید و از لبه LMB فقط چند میلیمتر پایین‌تر بیاد. این کار اول. روش قطعی و 100% برای رهایی از دست پارازیت از کار انداختن دکل فرستنده پارازیت است. ما تصاویر آن را به شما نشان می دهیم. اگر اسلحه دارید خوب است بدانید با شلیک به فرستنده به راحتی از کار می افتد. اینطوری امواج مرگبار و سرطانساز پارازیت را از خانواده و عزیزان خود نیز دور می کنید. در مدت فعالیت گروه ما برای یافتن راه حل‌های مقابله با پارازیت ماهواره، روش‌ها و ایده‌های متنوعی نیز از دیگران به دست ما رسید. برخی هنوز آزموده نشدند. یکی از این پیشنهادها کم کردن طول دو محور پایین نگهدارنده LMB و بلند کردن محور بالایی است. بدین ترتیب زاویه دیش را باید از نو تنظیم کنید. مؤثر بودن این ایده هنوز امتحان نشده و توسط متخصصین به ما پیشنهاد شده. شما هم اگر ایده یا روش یا پیشنهادی برای مقابله با پارازیت ماهواره‌ای دارید، با ما به نشانی زیر در میان بگذارید تا در ویدیوهای بعدی به آنها بپردازیم. خدا نگهدار. این ویدیو هرچند عجولانه ساخته شد، اما تنها یک شروع است. ادای احترام داریم به کشته شدگان و رهبران جنبش سبز و شاهزاده رضا پهلوی. با ما تماس بگیرید. تا ویدیوی بعدی، پاینده ایران.